بسم الله الرحمن الرحیم. من برادر شما هستم. افغانستان خانه مشترک همه ما است. وظیفه من دفاع از خاک، عزت، شرف، مال، ناموس و مقدسات اسلامی است. تشکیلات ما متشکل از همه اقوام با عزت و با شرف این سرزمین است. پس به همین خاطر ما از شما و شما از ما بیگانه نیستید. محبت ما الهی و تعاملمان انسانی است. مبارزه به ضد ظالمین و دفاع از حقوق مظلومین برای من یک ارزش مهم و بهتر است. مسئولیت‌های سرباز مسلمان در دین مقدس اسلام و شریعت محمدی واضح است و ما مطابق دستورات اسلامی عمل می‌نماییم.